الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله المجتبى وعلى صحابته الأوفياء وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الوفا وبعد. بینندگان نهایت معزز و مکرم شبکه جهانی وصال حق، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم در قسمت 143 برنامه احکام فقهی در پرتوی احادیث نبوی. این قسمتی از برنامه ما به ادامه قسمت‌های گذشته در مورد بیان احکام و مسائل و فضائل رکن چهارمی از ارکان اسلام روزه هست که بعد از اینکه در قسمت‌های گذشته احکام روزه فرضی که ماه مبارک رمضان هست، احکام و فضایل آن را بیان کردیم. در چند قسمت گذشته پرداختیم به بیان احکام و مسائل روزه های نفلی و گفتیم که روزه های نفلی بر دو قسم هست، یکی نفل مطلق و دیگر نفل مقید که آنها را در روشنای احادیث گهربار رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خدمت شما بیان کرده بودم و در قسمت گذشته پرداختیم به بیان روزه هایی که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است و گفتیم که بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است، علما اتفاق نظر دارند که در یک سال روزه گرفتن 5 روز محرم و ناجایز است که او روز هر دو عید هست، روز عید رمضان و عید قربان و 3 روز ایام تشریق که روز دوم و سوم و چهارم عید قربان و یا اینکه روز 11 و 12 و 13 ماه ذوالحجه هست. این 5 روز محرم و ناجایز است و همچنین روز شک که روز 30 شعبان باشه و آسمان هم ابر آلود باشه، ابری باشه و مهتاب رمضان دیده نشود، روزه گرفتن این روز هم به حساب رمضان محرم و ناجایز است، همچنان که در حدیث صحیح از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است. اما روزه هایی که بعضی روزه هاست که محرم نیست اما روزه گرفتن آن مکروه است، از جمله روز جمعه، انفراد روز جمعه به روزه، یعنی کسی دیگر روزهای هفته را روزه نگیرد، فقط روز جمعه را تخصیص بدهد به روزه گرفتن، این کار بنا به قول جمهور علما مکروه است، بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که این را هم در قسمت گذشته خدمت شما بیان کردم، همچنان که در حدیث متفق علیه است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا يصومن احدكم يوم الجمعه الا ان يصوم يوما قبله او یوما بعده. هیچ که از شما روز جمعه را به تنهایی خود روزه نگیرد، روز جمعه را مختص به روزه گرفتن نگرداند به تنهایی خود، مگر اینکه یک روز قبل از او را با او روزه بگیرد و یا یک روزی بعد از او را با او روزه بگیرد. و در حدیثی که امام مسلم هم روایت کرده رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: لا تخصوا یوم الجمعه بالصیام، شما روز جمعه را مختص به روزه نگردانید که فقط روز جمعه را روزه بگیرد و دیگر روزهای هفته را روزه نگیرد، روز جمعه را تخصیص به روزه گرفتن ندهید. و علت از این را هم علما بیان کردند که در قسمت گذشته خدمت شما علتهای این را که چرا روزه گرفتن روز جمعه مکروه شده است بیان کرده بودم و در این قسمتی از برنامه میپردازیم به بیان بعضی از روزهایی که عده از علما آن روزه گرفتن آن را هم مکروه دانستند، بنا به احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم نزد آنها ثابت شده است که او روز شنبه هست، یعنی انفراد روز شنبه به روزه گرفتن، تنها روز شنبه را روزه گرفتن که دیگر روزهای هفته را روزه نگیرد، فقط روز شنبه را روزه بگیرد. و همچنین روزه گرفتن ایام اخیر ماه شعبان قبل رمضان، چند روزی اخیر آن، و همچنین روزه گرفتن دهر همه سال که یک نفر همه سال روزه بوده باشد و هیچ افطار نکند. اینها را هم عده از علما بنا به احادیثی که نزدشان از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است مکروه پنداشتند که این را در این قسمتی از برنامه خدمت شما بیان خواهم کرد. در مورد روز شنبه یا انفراد روز شنبه به روزه گرفتن یا تخصیص دادن روز شنبه به روزه گرفتن،
جمهور علما رأیشان این است که این کار کراهیت دارد، مکروه است که انسان فقط روز شنبه را روزه بگیرد و دیگر روزهای هفته را روزه نگیرد، چون این در حدیثی که اصحاب سنن و امام احمد از صحابیه جلیل قدر، یکی از خانم‌های صحابیات که به نام سما بنت یسر بود، از او روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند: لا تصوموا یوم السبت الا فیما افترض علیکم، شما روز شنبه را مختص به روزه گرفتن نگردانید مگر در آنچه که الله متعال او را بر شما فرض گردانیده. یعنی روزهای نفلی را مختص به روز شنبه نگردانید که فقط روز شنبه را روزه بگیرید و دیگر روزهای هفته را نگیرید، مگر اینکه روزه فرضی که آن را هم میگیرید، چه شنبه باشد چه جمعه و چه غیر از آن، یا روزه قضایی، چیزهایی که فرضی هست، یعنی روزه ماه مبارک رمضان باشد یا روزه نظری بوده باشد یا روزه قضایی که اینا فرض است، میشه که آنها را در روز شنبه هم بگیرید، اما روزهای نفلی را در روز شنبه نگیرید یا مختص نگردانید روز شنبه را به روزه گرفتن. فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجر فليمضغها، اگر یکی از شما چیزی نیافت که بخورد، هیچ چیزی در دسترسش نبود برای خوردن، فقط یک قشر عنب را یا یک پوست انگور را در دهان خود انداخته بجوید یا یک چوبی از درخت را در دهان خود انداخته بجوید و خود را مفطر یا روزه خور بشمارد و روز شنبه را روزه نگیرد. بنابراین حدیث جمهور علما گفتیم رأیشان این است که انفراد روز شنبه به روزه گرفتن یا مختص دادن روز شنبه به روزه گرفتن کراهیت دارد، مگر اینکه کسی روز جمعه را با او یک جای بگیرد یا روز یک شنبه را با او یک جای بگیرد. اما عده‌ای از علما و محققین و محدثین رأیشان این است که نه، این کراهیت ندارد، مانند روز جمعه، همچنان که روز جمعه کراهیت دارد لیکن روز شنبه کراهیت ندارد. گفتن که این حدیث مضطرب هست، هم در متنش اضطراب است و هم در سندش، و این حدیث ضعیف است، به این استدلال کرده نمی شود. و از امام ابو داود رحمت الله علیه که خودش راوی حدیث است این قول نقل شد که ایشان فرمودند که این حدیث منسوخ هست، در ابتدا بود، بعدن به حدیث دیگری که او را روایت کردن با او نسخ شده، و او حدیثی که امام نسائی و امام ابن خزیمه از ام المؤمنین ام سلمه رضی الله عنها روایت میکنند که ایشان فرمودند ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اکثر ما یصوم من الایام السبت والاحد، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر وقت روز شنبه و یک شنبه را روزه می گرفتند و می گفتند که انهما یوما عید للمشرکین، این دو روز عیدی است برای مشرکین که یهود روز شنبه را برای خود عید پنداشتند و نصارا روز یک شنبه را برای خود عید دانستند. و انا اريد ان اخالفهم به خاطر مخالفت آنها، من این دو روز را روزه میگیرم چون آنها این دو روز را عید میپندارند و روز خوردن و نوشیدن و روز فرحت خود میپندارند، ما به خاطر مخالفت آنها این دو روز را روزه میگیرم. و گفتند که این امر دلالت به این دارد که در ابتدا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم روزه گرفتن روز شنبه منع کرده بودند، یعنی انفراد روز شنبه به روزه گرفتن منع کرده بودند، بعدن خودشان این روز را با روز یک شنبه روزه گرفتند و به خاطر که مخالفت با یهود شود و با مخالفت با نصارا شود، چون یهود روز شنبه را عید میپندارند برای خود و نصارا روز شنبه را روز عید، روز خوردن و نوشیدن و روز فرحت و خوشحالی برای خود میپندارند. اما جمهور علما گفتند که در اینجا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چون هر دو را یک جای روزه گرفتن، یعنی روز شنبه و یک شنبه را، لذا او اشکالی نداره وقتی که با روز شنبه روز یک شنبه اضافه شود یا روز قبلش روز جمعه اضافه شود، اشکالی ندارد. اشکال در اینجاست که فقط روز شنبه به تنهای خود روزه گرفته شود. و همچنین حدیث جویریه که قبلا نقل کردیم که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که از ایشان پرسید که تو با روز جمعه روز شنبه را هم روزه میگیری، ایشان فرمودند که نه خیر، برشان حکم کردن یا امر کردن که باید روزه خود را بخورد. این هم دلالت بر این میکنه که اگر با روز شنبه روز جمعه یک جای گرفته شود پس اشکال رفع می شود، یا با روز شنبه روز یک شنبه که یک جای روزه گرفته شود اشکال رفع می شود. اشکال در صورت است که
روز شنبه به تنهایی خود روزه گرفته شود. پس بنابراین رأی جمهور علما بر این است که روزه گرفتن روز شنبه به تنهایی خود اشکال دارد و کراهیت دارد و اگر روز شنبه موافق با روزهای مقید شود باز اشکالی ندارد. مثلا روز شنبه موافق بیاد با روز عرفه یا روز شنبه موافق بیاید با روز عاشورا اگر کسی در این، یا روز شنبه موافق بیاد با روزه کسی که یک روز میخورد یک روز روزه میگیرد، در این صورت اشکالی ندارد که روز را روزه بگیرد. اما روزه مطلق را نمیتونه، کراهیت دارد که در روز شنبه به تنهایی خود بگیرد مگر اینکه روز جمعه را با او اضافه کند یا روز شنبه را با او اضافه کند. و موضوع دیگری که همچنان موضوع اختلاف بین علما است که آیا کراهیت دارد یا ندارد، روزه 15 روز اخیر شعبان یا اینکه چند روزی آخر شعبان هست. در این مورد احادیث از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از روزه گرفتن 15 اخیر منع کردند و از جمله حدیث است که اصحاب سنن و همچنین امام احمد رحمت الله علیهم از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، وقتی که شعبان به نیمایی میرسد بعد از او شما دیگر روزه نفلی نگیرین. بنابراین بعضی از علمای شافعی و بعضی علمای دیگر رأیشان این است که روزه گرفتن نیم اخیر شعبان کراهیت دارد، اما جمهور علما با این مخالف هستند و فرمودند که بنا به احادیث دیگری که در صحیحین از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است این حدیث با او معارض هست، لذا این حدیث به درجه نمی رسد که معارضه کند با احادیث صحیحین. بنابراین رأیشان این است که گرفتن ماه شعبان همچنان که در قبلا ما بیان کردیم جمله ماهایی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین ایام آن را روزه می گرفتند و اشکالی ندارد مگر اینکه یک روز و دو روز اخیر که در حدیث صحیحین از او منع آمده گرفتن آن کراهیت دارد، همچنان که در صحیحین در صحیح مسلم و در صحیح بخاری آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين الا رجل كان يصوم صوما فليصمه. شما قبل از رمضان یک روز دو روز را روزه نگیرید، یک روز دو روز آخر شعبان را شما روزه نگیرید مگر این کسی که عادت روزه گرفتن را داشته باشد که مثلا یک روز در بین روزه میگیرد یا کدام عادت دیگری داشته باشد برای روزه گرفتن، باز در اون صورت اشکالی ندارد. پس این حدیث دلالت بر این میکند که فقط کراهیت بنا به قول جمهور علما کراهیت مختص است به یک روز و دو روز اخیر شعبان نه به نصف شعبان و اشکالی ندارد که انسان همچنانی که عادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بود که بیشترین ایام شعبان را روزه می گرفتند، انسان مسلمان بیشترین ایام شعبان را روزه بگیرد. وقتی که یک روز در روز بر رمضان ماند با دو صورت کراهیت دارد که روزه بگیرد، یعنی باید یک روز دو روز آخر روزه نگیرد تا که آمادگی کامل داشته باشد برای استقبال ماه مبارک رمضان و در خود کدام شعور سستی و ناتوانی را در استقبال رمضان و در روزه گرفتن رمضان نداشته باشد. و گفتم که این کار از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از فعل رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح روایت شده است، همچنان که در حدیث متفق علیه از ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها روایت شده است که ایشان فرمودند و ما رأیته اکثر صیاما منه فی شعبان، ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را بیشتر در ماه شعبان روزدار می دیدم، یعنی بیشترین روز شعبان را ماه شعبان را ایشان روزه می گرفتند. و در روایت دیگری هست که ام المؤمنین عایشه صدیقه فرمودند ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یصوم فی شهر ما کان یصوم فی شعبان، روزایی که در شعبان می گرفتند در ماهای دیگر نمی گرفتند، یعنی همچنانی که بیشترین ایام شعبان را روزه می گرفتند چنین کار را در ماهای دیگر نمی کردند. کان یصومه الا قلیلا، مگر اندکی که روزهای اخیر است دیگه ایام شعبان را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشتر وقت روزه می بدند. بنابراین قول جمهور علما این است که
روزه گرفتن ماه شعبان اشکالی ندارد مگر یک روز یا دو روزی اخیر آن. اما حدیثی که اصحاب سنن و امام احمد از حضرت ابو هریره نقل کردن گفتن که اون حدیث ضعیف هست و با قوتی نیست که با این حدیث صحیح متعارض شود و عده هم گفتن که این حدیثی هم از نگاه متن و هم از نگاه سند منکر هست که نکارت دارد، لذا عمل با حدیثی می شود که در صحیحین ثابت شده است. این بود دوستان عزیز بیانی بعضی از روزهایی که در بین علما اختلافی بود و رأی جمهور علما و رأی راجح را از خلال احادیث رسول اکرم صلی الله علیه وسلم برای شما بیان کردم و بعد از دیدن یک برنامه کوتاه میپردازیم به روزه گرفتن دهر یا سال که یک انسان سال از 12 ماه روزه باشد این چه حکم دارد. با ما باشد. وصال حق گامی در راستای بیداری. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و احترامات مجدد خدمت شما عزیزان و ارجمندان هستم. قبل از میان برنامه خدمت شما بیان حکمی روزه گرفتن نصف شعبان را که چه حکم دارد، نصف اخیر شعبان آیا کراهیت دارد یا ندارد، همچنین روزه گرفتن روز شنبه را به تنهایی خود بیان کردم و اقوال علما و احادیثی که از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم در این مورد روایت شده بود بیان کردم و از جمله روزهایی که روزه گرفتن آن یا روزه‌ای که آن اختلاف در بین علما است آیا کراهیت دارد یا ندارد روزه دهر است، یعنی روزه همیشه عمر که یک انسان طول عمر روزه‌دار بوده باشد آیا این کار کراهیت دارد یا جواز دارد. عده از علما رأیشان این است که این کار کراهیت دارد و چون احادیثی از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ثابت شده است که از این چیز رسول اکرم صلی الله علیه و سلم منع کردن. از جمله حدیث متفق علیه است از عبدالله بن عمر رضی الله عنهما که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند لا صام من صام الابد، کسی که همه عمر طول عمر روزه هست آن روزه نگرفته است. یک قولی از علما این است که این دعاست از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ازو که خدا روزه ازو را قبول نکند و قول دیگر این است که این اخبار است از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این معنی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر میدهند که کسی که چنین کاری میکند روزه آن ثواب ندارد و ابن العربی رحمت الله علیه میفرماید که اذا کان دعاء فیا ویح من دعا علیه النبی صلی الله علیه و سلم، اگر این دعا بوده باشد هلاک شد کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر علیه آن دعا کرده و این کان الخبر فیا ویح من اخبر عنه النبی صلی الله علیه و سلم انه لم یصم، اگر خبر هم باشد بازم کسی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از حال از او خبر میده که روزه از آن مورد قبول نیست آن هم هلاک شده، گویا اینکه هیچ روزه نگرفته باشد و روزه که شرعاً مورد قبول درگاه الله تعالی قرار نگیرد آن ثواب و اجری هم ندارد. و در روایت امام مسلم آمده که من صام الدهر لا صام ولا افطر، کسی که همیشه عمر روزه می باشد آن مانند کسی است که نه روزه گرفته و نه افطار کرده، چون افطار هم نکرده و روزهش هم ثواب نداشته، لذا مانند کسی است که نه روزه گرفته و نه افطار کرده. و احادیث دیگری هم در این مورد هست از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم دلالت کننده بر این است که این کار کراهیت دارد. همچنان حدیث حدیث مشهوری که 3 نفر به خانه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم آمدند و از ازواج مطهرات جویا شدن عبادت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم را، وقتی که به ایشان خبر داده شد آنها گفتند که رسول اکرم کسی است که الله متعال گناههای قبلی و بعدی از او را بخشیده، ما مانند از او شده نمیتوانیم. یکی از آنها گفت که ما باید همه عمر روزه‌دار بوده باشم و دیگرش گفت که باید من از زنها و خانمها دوری بجویم و سومش گفت که ما باید همه
شب را زنده داری کنم در عبادت الله متعال. وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به خانه تشریف آوردند و ازواج مطهرات به ایشان خبر دادند، آنها را انکار کردند و در بالای منبر بالا شدند و گفتند که ما هم روزه میگیرم و هم افطار میکنم و هم نماز میخوانم از طرف شب و هم خواب میشم و هم با خانم ها مناکحه و ازدواج میکنم. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که این سنت من هست، کسی که از سنت من رغبت میکند و دوری میجوید او از جمله من نیست. این هم دلالت بر این دارد که روزه گرفتنی همه عمر یا طول عمر روزه بودن کراهیت دارد. و همچنین حدیث دیگری امام مسلم رحمت الله علیه از حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما روایت میکند که ایشان فرمودند، حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص فرمودند که لاقومن اللیل و لاصومن النهار ما عشت. آنها گفتند که تا که من زنده هستم از طرف شب قیام میکنم، قیام اللیل انجام میدهم و از طرف طول شب ما نماز میخوانم و از طرف روز هم همیشه ما روزه می باشم. میگه فاخبر النبی صلی الله علیه و سلم بذلك. این گفته عبدالله ابن عمرو رضی الله عنهما به رسول اکرم صلی الله علیه و سلم خبر داده شد، به آنها رسید. آنها فانکر علیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این قول از او را انکار کرد و نپنداشتن، سخن خوبی نپنداشتن و فرمودند که صم وافطر و نم و اقم، شو این کار نکن، کار ثواب این است که تو هم روزه بگی و هم افطار بکن و هم نماز بخوان و هم خواب شو و این سنت من هست. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. پس بنابراین احادیث عده از علمای ظواهر رأیشان این است که روزه گرفتن طول عمر، همه عمر کسی روزه باشد، این محرم و ناجایز است. و عده از علمای مذهب احمد بن حنبل و همچنین امام اسحاق بن راهوی رأیشان این است که این کراهیت دارد و روزه گرفتن همه عمر که انسان هیچ وقت افطار نکند این کراهیت دارد. و اما جمهور علما رأیشان این است که اگر کسی طول همه عمر به شکل روزه بگیرد که روزهای محرم را هم روزه بگیرد که دو روز اول عید، روز اول عید رمضان و عید قربان هست و ایام تشریق هست و همچنین روز شک هست، اینا را اگر روزه بگیرد در اون صورت روزه از او محرم و ناجایز است. اما اگر کسی طول عمر روزه بگیرد و در عین وقت روزه بر جسمی از او ضرر داشته باشد یا حق کسی دیگری تلف کند، اگر مرد باشد مثلا حق خانم خود را تلف کند، اگر خانم باشد حق مرد خود را یا شوهر خود را تلف کند، یا اینکه شخصی حق پدر و مادرش در این کار تلف شود یا حق یک مسلمانی در این کار تلف شود، در اون صورت این هم مکروه است و ناجایز است و باید این کار را نکند. اما در غیر از او اگر کسی استطاعت داشته باشد و حق کسی تلف نشود و روزهای محرم را هم روزه نگیرد، در اون صورت جواز دارد، اما افضل نیست، مفضول است. افضل این است که همچنانه که در حدیث شریف آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که بهترین و افضل ترین روزه داوود علیه السلام است که یک روزه میگرفتن و یک روز میخوردن. پس روزه افضل همیست که انسان یک روز روزه بگیرد و یک روز بخورد. اما اگر کسی همه عمر روزه می باشد و در عین وقت روزهای محرم را هم روزه نمیگیرد و حق کسی در روزه گرفتن آن تلف نمی شود و طاقت را هم دارد، بر جسمش هیچ ضرری نمی رسد، به صحتش هیچ ضرری نمی رسد، جمهور علما رایشان این است که این کار جواز دارد و اشکالی ندارد. و این احادیثی که دو منع آمده یا نهی آمده از طرف رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، این احادیث حمل می شود به اینکه انسان به شکل روزه بگیرد همه عمر را، که روزهای محرم را هم روزه بگیرد، روزهایی که از طرف شریعت تحریم شده روزه گرفتن آن را هم روزه بگیرد. یا اینکه کسی که برای کسی است که روزه گرفتن در صحتی از او یا در جسمی از او ضرری برساند و یا اینکه حق کسی دیگر را تلف کند، اما در غیر آن اشکالی ندارد، چون حدیث متفق علیه است از حضرت حمزه بن عمرو که ایشان فرمودند یا رسول الله انی اسرد الصیام فاصوم فی السفر.
ایشان فرمودند که ای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم من همیشه روزه میگیرم، پشت پشت روزه میگیرم، حتی وقتی که مسافر میباشم در سفر هم روزه میگیرم، این کار من اشکالی دارد؟ رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند که ان شئت فصم، اگر خودت خواسته باشی و تو هیچ ضرری نمیرسد، حق کسی را تلف نمیکنی، روزه بگی، اشکالی ندارد. پس بنابراین رأی جمهور علما و او هم رأی راجح است و او این است که افضل و بهتر این است که انسان پشت در پشت روزه نگیرد، بلکه یک روز روزه بگیرد و یک روز افطار کند. اما اگر کسی پشت در پشت روزه گرفت و همه عمر روزه بود و روزهای محرم را، روزهایی که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است، آن روزها را روزه نگرفت و در عین وقت حق کسی را تلف نکرد و بر صحت و جسمش هیچ ضرری نمیرساند، این اشکالی ندارد و الله متعال ان شاء الله اجر و ثوابش را برش میدهد. و مسئله دیگری در آخر این مبحث این است که روزه گرفتن ماه رجب یکی از ماهای محرم هست، یکی از ماهایی است که جنگ کردن در آن حرام هست، که اون 4 ماه هست که ماه ذوالقعده و ذوالحجه و محرم، این 3 ماه پشت پشت هست و ماه رجب که ماه 7 سال هجری هست، این جدا هست. و در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با روزه گرفتن ماهای محرم، ماهای حرام ترغیب کردن و احادیث دیگری هم آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با روزه گرفتن ماه رجب به تنهایی خود ترغیب کردن، لذا ماه رجب هم از جمله ماهایی است که روزه گرفتن آن مستحب و خوبی هست و اگر انسان بتواند که در این ماه روزه بگیرد افضلیتی بیشتر دارد و همچنانه که ثواب روزه کمایی میکند، ثواب اینکه ماه حرام را بجا آورده، تحریم را بجا آورده و در این ماه روزه بوده، این ثواب دیگری هم از آن خود میکند. از جمله این رأی جمهور علما است و از جمله احادیثی که در این مورد آمده حدیثی است که امام احمد و امام ابو داود رحمت الله علیهما از ابی مجیبی الباهلی روایت میکنند که ایشان فرمودند رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چنین فرمودند صم من الحرم واترک، صم من الحرم واترک. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این صحابه جلیل قدر ابی مجیبی باهلی ارشاد فرمودند، توصیه کردند که تو از ماهای حرام هم روزه بگیر هم ترک کن، یعنی یک عده از روزهای از اونها رو روزه بگیر و یک عدهش افطار بکن. این سخن را، این وصیت را رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به این صحابه جلیل قدر دوبار تکرار کردند. و همچنین حدیثی که قبلا ذکر کردیم امام نسائی و امام احمد رحمت الله علیهما او را از اسامه بن زید روایت کردند در مورد روزه گرفتن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین ایام ماه شعبان را که حضرت اسامه بن زید فرمودند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بیشترین ایام ماه شعبان را روزه می گرفتند. وقتی که علت آن را از رسول اکرم صلی الله علیه و سلم جویا شدند پرسیدند، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در بیان علت این کار خود چنین فرمودند که انه شهر یغفل عنه الناس بین رجب و رمضان، ما به خاطر روزه ماه اکثر بیشتر ایام شعبان را روزه میگیرم به خاطر اینکه این ماه است که انسانها این را از این غافل میشوند در بین رجب و شعبان، یعنی رجب که یکی از ماههای حرام است آن را بیشترین ایام آن را مردم روزه میگیرند متوجه میشوند و رمضان هم که روزهش فرض است آن را روزه میگیرند، در بین از این ماه غافل میشوند و به خاطر تنبیه مردم، به خاطر که مردم از این ماه روزه گرفتن این ماه غافل نشوند ما بیشترین ایام شعبان را روزه میگیرم. این حدیث هم دلالت بر این دارد که عادت در بین صحابه این بود که ماهای حرام که از جمله رجب هست بیشترین ایام آن را روزه میگرفتند و روزه گرفتن آن هم از جمله روزهایی است که مستحب است و ترغیب در احادیث رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به آن آمده است. در آخر دوستان عزیز، در آخر این مبحث روزهای نفلی و همچنین ایامی که روزه گرفتن آن محرم و ناجایز است، موضوع افطار صائم را که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در احادیث متعددی بیان کردند خدمت شما بیان میکنم و او این که اگر کسی طاقت روزه گرفتن را ندارد، روزه های نفلی را نمیتواند که بیشتر بگیرد، راه دیگری رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شریعت اسلام برای از او بیان کرده و او این که میشه که یک روزه‌دار یا چند روزه‌دار را روزه افطاری بدهد، روزهای آنها را
نان برای از اونها تیار کند، افطاری برای از اونها تیار کند که با واسطه آنها روزه خود را افطار کنند و در نتیجه الله متعال ثوابی که آنها گرفتن برای ازی هم ببخشد. و اینه که از لطف و مرحمت و شفقت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و شریعت اسلام بر ما مسلمان هاست که اگر یک طرفی ما نتونستیم یک کاری که ثواب و ترغیب زیاد، ثواب اجر و ثواب زیاد داره و ترغیبی برای از او آمده، آن را اگر نتونستیم از طرف دیگری کار دیگری که از او آسان تر است میتونیم که یا برای ما آسان هست میتوانیم که او را انجام بدهیم و عین اجر و ثوابی که برای کاری اولی بیان شده رسول اکرم صلی الله علیه و بیان کردن اون را از آن خود کنیم و حاصل کنیم. امام ترمذی رحمت الله علیه و همچنین امام ابن ماجه و امام ابن حبان رحمت الله علیهم از زید بن خالد جهنی روایت میکنند که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من فطر صائما کان له مثل اجره غیر ان ينقص من اجر الصائم شیئا. کسی که یک روزدار را افطاری میدهد برای از او امو اجری است که اون شخص روزه گرفته است بدون از اینکه از اجر و ثواب و پاداش روزدار چیزی کم شود یا بکاهد. این چنین نیست که الله متعال از اجر و ثواب روزدار کم کند برای این شخصی که او را افطاری داده برای او بدهد، این چنین نیست، بلکه امو اجر و ثوابی که الله متعال برای شخص روزدار میدهد عین و اجر و ثواب را برای شخصی میدهد که خودش روزه نبوده اما افطاری برای روزدار تیار کرده و با واسطه نان و غذایی که او تیار کرده او روزه خود را افطار میکند. و همچنین در روایت دیگری که امام نسائی و امام ابن خزیمه او را روایت میکنند آمده که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند، در اینجا چند عمل را بیان میکنند که غزوه و جهاد است و همچنین حج است و همچنین روزه است. میگن که من جهز غازیا او جهز حاجا او خلفه فی اهله او فطر صائما کان له مثل اجورهم. کسی که یک مجاهد را برای از او تجهیز از او را آماده می کند، وسایل جنگی را برای یک مجاهد آماده می کند، اسب است یا سلاح است یا پول هست برای از او آماده می کند، یا کسی که یک حاجی را به حج روان می کند یا برای از او کمک می کند که او به حج می رود یا در خانه از او نگهبانی می کند بعد از اینکه او به حج رفت یا جهاد رفت از خانه از او نگهداری می کند، یا کسی که یک روزدار را افطار می دهد برای از این شخص امو اجر و ثواب است که آنها کمایی کردن. اجر و ثوابی که مجاهد در جهاد کمایی می کند، حاجی در حج کمایی می کند و شخص روزدار در روزه خود حاصل می کند یا کمایی می کند برای از اون نصیب می شود. امو اجر و ثواب برای این شخص است که مجاهد را تجهیز میکند، آلات جنگی از او را برش برابر میکند، یا مصارف از او را میدهد، یا حاجی را مجهز کرده به حج روان میکند، یا در خانه اینها نگهبانی میکند، یا روزداری را برای از او افطاری آماده میکند. برای از او هم امو اجر و ثواب حاصل میشود من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، بدون اینکه از اجر آن مجاهد و آن حاجی و آن روزدار چیزی کم شود. و این موافق است با این فرموده الله متعال که وتعاونوا علی البر والتقوى، شما همیشه به بر و تقوا و به نیکوکاری تعاون کنین و این یک نوع تعاون هست که ما برای انسان روزدار افطاری آماده کنیم و اجر و ثواب و پاداشی که الله متعال برای انسان روزدار نصیب میکند برای ما هم نصیب کند. دوستان عزیز، در اینجا وقت برنامه ما به پایان رسیده و این احکام و مسائلی که مربوط بود به روزه های نفلی این را هم در روشنی احادیث گربار رسول اکرم صلی الله علیه و آله خدمت شما بیان کردم. ان شاء الله در قسمت های آینده میپردازیم با بعضی از احکام رمضان، فضایل قیام رمضان و همچنین فضایل شب قدر و فضایل دهه اخیر رمضان و موضوع اعتکاف اینها. و تا با وقت الله حافظ و نگهبانتان. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.